لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید، حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. این منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایران. و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست